سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد این که چطوری تشخیص بدیم صدایی که داریم الان درونمون میشنویم صدای ذهنمونه یا صدای شهودمون بیشتر باهاتون صحبت کنم. ذهن ما یک ابزاره که به خدمت انسان در اومده. ذهن همون صداییه که ما هر روز بیدار باشیم، خواب باشیم، مشغول کار باشیم، همیشه توی وجودمون هست و ما همیشه صداشو میشنویم. اما اینکه ما چطوری اول بتونیم صدای ذهنمون رو مدیریت کنیم خیلی مهمه، چون تمرین خیلی زیادی لازم داره. شما شب میخوابید ذهنتون حرف میزنه، دارید کار میکنید ذهنتون حرف میزنه، میرید بیرون ذهنتون حرف میزنه، با دوستاتون قرار میذارید ذهنتون حرف میزنه و دائم در حال صحبت کردنه. تو گذشته شروع کردم تمرین کردن در مورد این که بتونم ذهنم رو بیشتر بشناسم. اول شناخت پیدا کنم راجبش. یه سری تمرینات بود برای اینکه ذهن رو بتونی ساکتش کنی. اما این تمرینات موقته، چون به محض اینکه اون تمرینات تموم بشه ذهن دوباره حرکت خودش رو شروع میکنه. چه کار کنیم که بتونیم ذهن رو مدیریتش کنیم و ما باشیم که تصمیم بگیریم برای زندگیمون، نه ذهن ما. ببینید، شما یه تمرین ساده‌ای که میتونید انجام بدید که به صورت موقت این جواب میده اینه که شما چشماتون رو ببندید، توی محیطی قرار بگیرید و ذهنتون رو نگاه کنید، آگاهانه بهش نگاه کنید. ساکت میشه و دیگه اون سر صداهایی که توش بوده یه دفعه استوب میشه. اما به محض اینکه شما چشمتون رو باز کنید و دوباره مشغول کارهای روزمره‌تون بشین، اونم دوباره شروع میکنه حرف زدن و یه جای شما رو گیر میندازه. به هر حال اون صحبت میکنه. خب ما چه کار کنیم که پس کنترلش کنیم؟ شما هستید که باید ذهنتون رو مدیریت کنید. ذهن نباید شما رو مدیریت بکنه. اگر ذهن شما اونقدر شما بهش فضا بدید و مدیریتش نکنید و رهاش کنید اون شما رو بیاد مدیریت کنه، کل زندگی شما بر اساس ذهنتون حرکت میکنه. چون ذهن آدم دائم در حال تحلیل منطقه، دائم داره شما رو توبیخ میکنه، دائم داره حرف میزنه و اجازه حرکت کردن رو به شما نمیده. میتونیم تمرین کنیم برای مدیریت کردن ذهن. این تمرین رو که ذهن رو نگاش کنید، وقتی به مرور زمان تکرارش کنید، مرتب تکرارش کنید، یاد میگیرید که ذهن چطوری ساکت میشه. دیگه همینطوری که دارید راه میرید تو خیابون، دارید کار روزمره‌تون رو انجام میدید، به محض این که میبینید داره زیاد سر صدا میکنه یه نگاهش بکنید ساکت میشه و بعد کم کم یاد میگیرید که ازش گذر کنید. به مرور زمان وقتی که کم کم تمرین زیاد داشته باشید یاد میگیرید که چطوری ذهن رو مدیریتش کنید، چون اون موقع دیگه اون نیست که داره به شما میگه چه کار کنید، شما هستید که دارید تصمیم میگیرید چه کار کنید. یعنی شما تو اون لحظه بهش میگید اوکی، من صدای تو رو میشنوم، من میدونم که داری با من حرف میزنی، ولی من هستم که تصمیم میگیرم چه کار کنم، من هستم که مدیریت میکنم. یعنی شما از ذهن به عنوان یک ابزار استفاده میکنید، مثل دستتون، مثل چشماتون که ازش استفاده میکنید برای زندگی کردن. ذهن هم همینطوره. وقتی شما شروع میکنید ذهن رو مدیریتش میکنید، کم کم صدای شهودتون خودشو نشون میده. این صدای شهود شما همیشه بوده، ولی شما به خاطر اینکه صدای ذهنتون زیاد بلند بوده شما نمیتونستین صدای شهودتون رو بشنوید. یعنی صدای شهودتون تو صدای ذهنتون گم شده. اصلا نتونستین تشخیص بدین که این صدایی که دارید میشنوید صدای شهودتونه یا صدای ذهنتونه، چون صدای ذهن خیلی بلند بوده. ولی وقتی شما بتونید مدیریت کنید صدای ذهنتون رو، به مرور زمان صدای شهودتون هم خودشو نشون میده. حالا چطوری تشخیص بدیم صدایی که الان داریم میشنویم صدای ذهنمونه یا صدای شهودمون؟ چند تا نشانه داره برای اینکه تشخیص بدیم صدایی که داریم میشنویم الان صدای ذهنمونه یا صدای خود برترمون. اولین نشانش اینه که صدای ذهن همیشه با هیجان زیاد همراهه، ولی صدای خود برتر یا همون شهودمون یه آرامش خاصی درونش هست، انگار با آرام جانتون همراهه. دومین نشونش چیه؟ صدای ذهن
مرتب تغییر میکنه. یعنی الان به شما میگه این کار بکن، چند دقیقه بعد میگه نه اگه این کار کردی نمیشه، بعد چند دقیقه بعد چند ساعت بعد میگه خب حالا اگه این کار کردی بعدش چه کار کنی. صدای ذهن اینا رو میگه. ولی صدای شهودتون اگر صبور باشید و آرامشتون رو حفظ کنید، آرامش منظورم آرامش وجودی خودتون رو حفظ کنید، تکرار میشه دوباره. خیلی با آرامش و صبوری، نه با هیجان نه با تغییر، همونو دوباره تکرار میکنه، همون کارو بهتون دوباره میگه. نشانه سوم چیه؟ شهودتون وقتی میخواد یه چیزی رو بهتون بگه چنان انرژی درونتون برانگیخته میشه که شما نمیتونید اون کار رو انجام ندید و ناخودآگاه انجامش میدید، چون نمیتونید. اگر انجامش ندید ناراحت میشید، ولی صدای ذهنتون این شکلی نیست. این نشانه ها رو من بهتون الان گفتم، ولی اینا کافی نیست، نیاز به تمرین داره. توی دنیای امروز نگاه کنید یا توی زندگی آدمای خیلی موفق و ثروتمند نگاه کنید، خیلی از آدمای موفق دنیا استارت بیزنسشون یا استارت برندشون یه صدای درونی بهشون گفته اون کار رو انجام بدن. مثلا ایلان ماسک ابتدای کار که میخواست شروع کنه یه صدای درونی بهش گفت که این کار رو انجام بده، وگرنه اگر میخواست صدای ذهن باشه که ذهن اونقدر تحلیل میکنه، اونقدر با منطق میره جلو که اصلا اجازه شروع کردن به شما نمیده. با این که ایلان ماسک چندین بار شکست خورد ولی دوباره به صدای شهودش گوش داد و دوباره شروع کرد و الان شده ایلان ماسک. خیلی از آدمای موفق دنیا رو که نگاه کنیم، ابتدای کار که میخواستن بیزنسشون رو ران کنن با صدای شهودشون حرکت کردن. صدای شهود تو یا خود برتر تو مسیر رو بهت نشون میده، جهت رو بهت نشون میده و صدای ذهنت برنامه ریزی کردن برای اون مسیر رو بهت نشون میده. ما قرار نیست صدای ذهنمون رو ساکتش کنیم و دیگه کاری بهش نداشته باشیم و همیشه با شهودمون زندگی کنیم. نه، اینطوری نیست. صدای ذهن برای برنامه ریزی کردن زندگی بهت کمک میکنه ولی مدیریت نمیکنه، حرکت اون انجام نمیده. با شهودت حرکت کن، جهت رو تشخیص بده و با صدای ذهنت برنامه ریزی کن و انجام بده، عمل کن، حرکت کن. یه شخصی که 10 سال پیش 40 سال پیش برای مثال یه کارخونه ای رو ران کرده و تأسیس کرده و یه برندی رو آورده بالا، نگاه میکنی میبینی بعد از 20 سال 30 سال 40 سال که گذشته اون برند افزایش پیدا نکرده یا برندهای دیگه بهش اضافه نشده یا بیزنس های دیگه ای اضافه نکرده به اون کارخونه. وقتی عمیق تر نگاه کنی میبینی که در واقع فقط ارزش مادی اون کارخونه افزایش پیدا کرده. چی میشه که چنین اتفاق میفته؟ برندهای دیگه هم داریم ما که مثلا 40 سال پیش برندی رو زده، گسترش پیدا کرده، از دل اون چندین تا برند اضافه کرده، شغلای بیزنس‌های جدید دیگر رو ران کرده و خیلی هم موفق و داره میدرخشه. ما با اونا فعلا کاری نداریم. ما با اون قسمت کار داریم که چی میشه که یک برند چندین سال که ازش میگذره تو همون سطحش میمونه و فقط ارزش مالی اون برند عددش بزرگتر میشه. بعضی وقتا بعضی از آدما وقتی برای به دست آوردن یه چیزی تلاش میکنن و به دستش میارن، به محض اینکه به دستش میارن میرن توی اون انرژی محافظت کردن. توی این شرایط ممکنه شخص حساب بانکیش پر از پول باشه و همه چی عالی باشه ولی از درون احساس کمبود داره، از درون اون کمبود ذهنیه هست، اون ترس از دست دادن اون دارایی که ساخته گیر کرده. نگاه میکنیم بعضی برندها رو میبینیم چندین سال پیش یا مثلا فلان کارخانه داری رو که نگاه میکنیم میبینیم 50 سال پیش 30 سال پیش همونا رو داشته، الان هم که 40-50 سال گذشته یا 30 سال گذشته یا 10 سال گذشته همچنان همونو داره با چند تا بیزنس کوچولو که بهش اضافه کرده. اون آدم با اون همه توانمندی میتونسته خیلی بیزینس های دیگر رو ران کنه. همه ما میتونیم. ما چرا استوب میخوریم از یه جایی به بعد و حرکت جلوی حرکت ما گرفته میشه؟ این
ذهن میاد داخل مدیریت میکنه و اجازه نمیده شهود حرکت کنه. ذهن تحلیلگر ما جلوی حرکت شهودمون رو میگیره و همین باعث میشه که بیزینس رشد واقعی که میتونه داشته باشه رو از دست میده. من مثال بیزینس رو براتون زدم به خاطر اینکه ما خیلی میتونیم نمونه عینیشو توی جامعه و تو دنیای امروز ببینیم، ولی شما همین رو میتونید توی مسائل روزمره‌تون، روی زندگی عادیتون تطبیقش بدید. شهود خیلی میتونه به شما کمک کنه که بتونید مسیر درست رو تشخیص بدید. بعضی از آدما بعد از رسیدن به ثروت ارتباطشون با صدای درونی یا همون شهودشون قطع میشه. ثروت خودش باعث نمیشه که اون شخص ارتباطش با صدای درونیش قطع بشه ها. ترس از دست دادن ثروت باعث میشه که اون شخص دیگه نتونه با شهودش ارتباط برقرار کنه. اینکه اون فرد دائم به خودش میگه نه، امن بمون، خطر نکن، همینقدر کافیه، ممکنه داراییاتو از دست بدی. یک تعامل خیلی قشنگه ها. شهود چی میگه؟ شهود میگه من این مسیر رو حس میکنم یا این مسیر رو احساس میکنم. ذهن چی میگه؟ ذهن میگه چطوری اونو عملیش کنم. مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اون جایی شروع میشه که ذهن میگه فقط کاری رو انجام بده که از قبل مطمئن و تحت کنترله. خب در چنین شرایطی اصلا شهود تو فرصت نمیکنه خودش رو نشون بده، چون زیر صدای ذهن گم شده. اینه که گفتم بعضی از افراد ثروتمند شهودشون رو خاموش میکنن یا ارتباطشون باهاش قطع میشه. ثروت هم میتونه یک ابزار باشه برای گسترش و فراوانی و هم میتونه تبدیل به چیزی بشه که اون شخص هویت و امنیتش رو بسازه. ببینید هویت شما که برند لباس یا برند ساعتتون یا مدل ماشینتون یا اینا هیچ کدوم نیست هویت شما. هویت شما بخش وجودی شماست، اون ذات درونی شماست و امنیت شما هم همینطور. امنیت شما اون خونه یا اون ثروتی که دارید نمیتونه امنیت شما رو تامین کنه. امنیت رو شما باید تو وجودتون داشته باشین. خیلی از آدما هستن که ثروت دارن، خیلی پول تو حسابشون هم دارن، از درون احساس امنیت ندارن و اون حس امنیت واقعی رو نمیتونن با اون ثروتشون بسازن. به نظر من اگر برای داشتن چیزی زندگی کنیم ارتباطمون با صدای درونمون قطع میشه. اگر با درونتون زندگی کنید، با شهودتون زندگی کنید، داشته هاتون تبدیل میشن به یک ابزار برای پیشرفت، برای گسترش، برای فراوانی. در واقع دارایی های شما برای شما یک ابزار حساب میشن، اونا صاحب شما نمیشن. تمرین کنید که صدای شهودتون رو بتونید از صدای ذهنتون تفکیک کنید. همین حرکت شما باعث میشه که تو مسیر رسالت و دارماتون حرکت کنید. ما اگر اعتماد کنیم به جهان هستی و بدونیم این دنیا دنیای فراوانیه و جا برای همه هست، برکت برای همه هست، ثروت برای همه هست و به همدیگه کمک کنیم. این برمیگرده به خودمون که شما هر چقدر تلاش کنی که کمک کنی به هر کسی که میتونی، شرایطش رو داری، هر کمکی که از دستت برمیاد به هر کسی که میتونی کمک کنی، این برگشتش به زندگی خودته و 100% یک جایی یک نفر دیگه به تو کمک میکنه. اعتماد داری به جهان هستی، 100% اگر اعتماد کنید به جهان هستی، به یونیورس، به خدا، هر اون چیزی که شما اسمشو میذارید، مطمئن باشید که اون اتفاق خوبی که تو ذهنتون هست براتون رقم میخوره. با اعتماد به جهان هستی 100% اتفاق میفته و تمرین کنید، مدیتیشن کنید، صدای ذهنتون رو کنترلش کنید، مدیریتش کنید، تغییرات خیلی خوبی تو زندگیتون رقم میخوره.